بکشتن خوبی بخیر بفرمایید. شکر زنده باشین. چی پایه؟ شکر زنده. اینا چیه کاکا؟ اینا برای اینکه کمی گوشت هم خونه تیار کردم من بابا. نه مستقیم گوشت با اینجا دون میدم بس اونا. مشکل نداره. من شرمنده هم هستم که دیدن کاکا خطالی یک دفعه بعد از برو گیلک کو بخونه یعنی؟ بله بخونه. بخونه نمیری؟ نه دیگه بریم چرخ میریم ما بس. بریم. بله. سلام. شما کی؟ بابا. بله بابا خوبی بخیرین؟ نیه. حقیقت راست میگه بابا. یعنی شما یلا شدین آزاد شدین از محبس. خوب گیلک بیای دقیقه بده الهی شکر خدا بیا دیگه گیلک میفهمی چه کار شده؟ نه بابا آزاد شد. چی میگی؟ امال زنگ زد. کی زنگ زد؟ بابا گفتک بیایم برات مه. نه کی زنگ زد؟ گفتک ما آزاد شدیم بیایم برات مه. یلا کلام بابا مرا کی زنگ زد؟ الو سلام علیکم اندلا باشین. ماما پیار ماما نوروزم. بابا شما کینی؟ بابا چی؟ بابایه. مرتگک دگیه. بگیم گوشی به دست کنم. ماما گوشی بده به دست بابامه. من بس پیار ماما نوروزم. چه کار؟ بچه ماما نوروزم گیلک. حواله به بران ما زنگ زدم. الو بابا. اشتری بابا جانجور سه خیریاتی. بابا عباس میگه یلا کردم شما. چی شو؟ چیش بابا روشن بابا جان من کو یاد ندارم من چیز رای میکنم عباس برات شما. من میشینم پیشی نه خود رای میکنم من دل جمع باشم با موتر رای میکنم الهی شکر خدایا شکر داری که پیرک من خلاص شدم. بابا بیاین دم رسوالی بیاین بیریشیم چیز میکنم عباس خیس کرده برو بده این گوشی هم ارتکاکه همون بندی ها بیچاره بده بخش شو بده خوبه دیگه باشه من برم تا وقت تصویر رو جلو کنم او پشی کنم تا بابا میاد شام دم کنم نه زنگ کنم که بیا هر چه که جاره میکنی میگیری با پس میکنی پیرک مسکین غیر نه سم موتورسیکل اینقدر بندی شد پیرک الهی شکر که خلاص شد. ما دستمال آوردیم پیرما آزاد شد. یک
که شاخشم شاد شد اجازه پیارک نه خوش آمده بابا زنده باشی خوش آمده بابا یاد نکرده بیدو یعنی تی یاد نکردی بیدو راست میگی بابا که دیگه ایتی جگر خونم بیدو راست میگی بابا بابا کمپانی چه دیگه کجایه؟ اونا رو بدن من بندیا دیگه داد بیچاره‌ای چنده نشم راست میگی این دیگه هر شو بابا بزر سر شما هر شو بزر سر من بیدو کمپانی موبایل من بابا ایلا خونک کنه بید بابا اولا خونک بید دیگه خونک بیدا میگم مادر خوب که چی نگفته؟ مادر من از صبح برفتم کجا رفته؟ سر خاله من کزنگ زبریو تک بزن خودیو زنگ بزن بودم که زنگ در گوشی خاموش بود یعنی بخور بخوره بودم خاموش بودی هیچی نگه بابا سلام علیکم خانم اشتنی بگی مادر گلگیشتنی مادر گلگیشتنی تیاری هیچی نگه شکر میگم چه به دیدن بنمیایی ها درسته که امرو مردانه خود روز آمدی بی درسته امرو بیا و خونه بیا خیلی من پیش گلک و پیش عباس شیشته موازات شدم چیش باید منوشن نه بابا من امال عباس برا به تابو تنور بردیش بیاون بابا من بیاون چیشما منوشن میشنه صدا گلک و پیش منه ها دیگه زیترکی بیا دیگه ما مخونه شیشته راست میگم نه بده نست گلک عباس بده که هم بفهمم بگید انا خود عباس انگل تسه گو نه بیای مثلا بابا بیا آمدم بگو یالا کنی رات خاله من بگو رات خاله من یالا کنی نه ما نه گردن رو بند اگه ما داخل ولسوالی باشیم ما داخل ولسوالی چه کار میکنیم پیار ما آزاد شد بفته اونا وردشتون بیاردم راست میگم نه راست میگم عباس شما بیای اهل خونه ما شما بیای این بابا خیال میکنه بیای نه به خیال میکنه این رو مردونه یه ملاقات مردونه ما شما دروغ میگیم میتم هستیم بیای بابا به چی واسطه شما رو گرفتن؟ با مختن 5000 بود ویلا صفحه بدر منطقه به حساب شیرینی 5000 بالا پاکت کردیم من نفهمیدم من کیسی خود کردم دستم رو چک زدم 3 ماه تا غیر بر نقل قرار بندیم ویلا بابا خبر دارین کال رشوت و رشوتخوری نمیچله بابا جو چرا این کار کردین؟ هر چیزی شما بخریدیم از این اینجاگاه حال نمیشه فهمیدین؟ راست میگی این کار نمیکردیم بابا ما مگز قام خونه و نمیخوردیم دل ما خون چک چک میکرد خود من تو رنگ نه و میستم ما همین تو رنگ بردم کنیه چی به تو بگم چه خوب کردم راست میگیم بابا خیلی لاغر شده چقدر رنج بردم چقدر مصیبت دیدم
تمام همین قما هم دنیا هم سر مرخته که من چکار کنم با مقدم 5000 سوم چه سما غیر بر نقد مندی که مرتبه بیس شیرینی کو این شیرینی شمانه انی که سما ما میگم بابا توبه کنیم بی‌ترتر نیه یعنی ان از می ساعت ان توبه دارم نگه که من رشوت بگیرم حتی بیس شیرینی مرتبه بعد دیگه نمیگیرم نه بابا بدت نمیخوره با تیر این شیرینی چی بکاره دندونا هم آدم کخ میزنه بابا خراب میکنه دندونا آدم خراب میکنه وای وای بابا ما برم قلمون خبر کنم دیگه برم خونه هم میخوام بگم کمه خوراک شما خیلی چیش برم برو برای اونم بگو آه. با کوکو خان خبر بده خب عباس رای کنیم شماره ما نداره ما نمیفهمیم شماره کوکو چنده عباس را ما رای کنیم برو تمام بس خونه کوکو خان کوکو خان بگو که برو شما آزاد شده که بس خیلی جیش نزنه خب وای 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 به دست خود خور زدم به داخل کردم 3 ماه تخت غیر برنحق بندی شد دنبالم اینجا پریشونم خود من اینجا پریشونم چه کار کردم من سلام شبش که کافای بخیر شکر دنده شکر چی فای یا راسته یار بچی که شما خوب پای قدم داری اما هفته که میدیدم بیا نرفتین بله ها آزاد شدم الهی شکر حالا با خونه هم بله ها از چشما شما ریشم خیر بری بری یا الله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا خوشحاله بخیری رسیدن بخیر یا راسته بخیر جان شکر خوبه شکر بخیر سلامتی شدنی شکر جوره بخیر ساعت خوبه بیا اومدیم به خیریت باش شکر کما قصه با نصیب نصیب ما بود دیگه می نصیب بوده دیگه نصیب همین بوده که بالاخره باشه بشه ما مصاب باش بله خدای ما هم خیلی پریشان بودیم اما وقتی جلوتر که بیامونم پیش شما دیگه یعنی پیغدم نکردشیم واقعا زنده باشین سلامت باشین دیگه نصیب همین بوده که بالاخره بشه همون ضربه مونیم اینجا دیگه دیگه یا چیز کم فکری خود ما بود چیزی که تقدیر و نصیب باشه میشه همون کاکا جان بیس و این شیرینی شما بله شیرینی رو تبدیل به رشوت این تو دستم رو چک زدم 3 ماه تک غیر بر نقل سب هست دیگه اینجا با جرمای مختلف خیلی میارن دیگه بچه ها اینجا پریشون خود من اینجا پریشون سلاران و سرگردان سگو بچه سگو کی نه درس تک تک میکنه ها بده او الهی شکر که بهم خیریت آزاد شدن دیگه بابا هر رقم شکر بن بار بار خدا خدا عزیز بله بفرمایید بفرمایید یا الله یا الله سلام علیکم چه جا کار میگیر کردین بشینی بشینی سعیه بشین سلامتی بخیر خیریت تیز شد تیار هستین شکر الحمدلله سلامت شما هستین تیار هستین بخیرین سلامتی خوشحالین زنده باشین شما خوبین زنده باشین سلامت باشین پیری شدین بخیر کوکو خیر بگی شده الهی شکر خوب شد یعنی دیگه میتونه رنگ بردم خیلی رنگ بردم با بندگیری خدایی سخته خدا با هیچ مسلمان نشون نده میذاره واقعا همین عباس خیلی میخوام خیلی گفتم این گیلک باید خیلی نزنم چیز نکنم دیگه نه نمیزنه نه گیلده جنگ نمیکرد خدا بابا جنگ نمیکرد نه دیگه میامدم ما گاهی متوجه بود عباس دیگه کورس خونه رفت و میامد با خونه میامد من میامدم سر میزدم از خونه اوه. تو بیشتر شما که نبودی می بیشتر میامدم سر میزدم خیلی. گفتم کسی نیه به خونه خدا زحمت ها خوب بخشید زنده باشین وظیفه